ژورنالیست روس پاول زاروبین مؤلف برنامه مسکوا کرمل پوتین در شبکه تلویزیونی روسیه یک که او را خبرنگار شخصی پوتین هم مینامند ویدیوی نادر روز 16 مای در مسکو در نشست جشن سیوم اودکبه با یکدیگر گوشکی کردن پرزیدنت های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امامعلی رحمون نشر کرد. در ثبت دیده می شود که قبل از شروع قسمت پوشیده این نشست وقتی ژورنالیستان علیه ترک تالار میکردند امامعلی رحمون از جایش خیسته چند کاغذ در دست پیش پوتین اومده و بالای سر او خم شد و چیزی رو پرسید. طوری در ویدیو میبینی پوتین اول از سوال پرزیدنت تاجیکستان اظهار حیرت میکند ولی بعد او رو به پیش خود باز هم نزدیکتر خونده به گوشش با آواز پست چیزی میگوید. بعد شنیدن سخنان پوتین امامعلی رحمون از بالای سر او خیسته به جای نشست خود برمیگردد. معلوم نیست که پوتین و امامعلی رحمون درباره چی گوشکی صحبت کردند ولی پاول زاروبین تخمین میزند که موضوع خیلی مهم بود. در نشست اودکبه در مسکو در برابر مسائل دیگر وضع افغانستان و تاثیر آن به وضع آسیای مرکزی نیز بررسی شد. در عرصه این نشست در برابر دست کم 2 تیرپرانی در مرز افغانستان با تاجیکستان خبرها به دست رسید و گلبدین حکمتیار یک فرمانده سابق مجاهدین افغان دوشنبه را هشدار داد که طالبان در پاسخ به پشتیبانی آشکارای مقامات تاجیکستان از نیروهای ضد رژیم نو طالبان می توانند به مخالفین مسلح حکومت تاجیکستان در افغانستان جایگاه و پایگاه بدهند و وضع این کشور را به آسانی به هم بزنند. همین طرز تشنج دیگرباره افزا در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان به نگرانی‌های امنیتی دوشنبه می افزاید. موج نو اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان درست در روزهای سر شد که امامعلی رحمون در مسکو در نشست اودکبه اشتراک داشت. مقامات تاجیکستان اعتراضها را در بدخشان با استفاده نیرو سرکوب کردند که باعث هلاکت 10 نفر شد.